سلام سلام کمیسک الختام. به نام آنی که جان آفرید. آیا می خواهی که خداوند بر تو 10 صلوات بفرستد؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: در روز و شب جمعه برای من صلوات بفرستید و کسی 1 صلوات بر من بفرستد، خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. روایت بیهقی. برادر و خواهر ایمانیم، امروز جمعه است، روز طاعت و عبادت، روزی است که خداوند در این روز دعاهای ما را قبول می‌گرداند. پس در این روز صلوات فرستادن را فراموش نکنیم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: به درستی خداوند و فرشتگان بر پیامبر صلوات می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود بفرستید و سلام بگویید. سلامی نکو. شنونده عزیز، پس بیا با هم صلوات بفرستیم، چون در این روز الله سبحانه و تعالی و فرشتگان به پیامبر صلوات میفرستند. بیا ما همراه آنها بشویم و بدانید که هر 1 صلواتی که ما میفرستیم، خداوند بر ما 10 صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پس صلوات فرستادن را در این روز بسیار نماییم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.